من پیکسو هستم. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. زیاد وقتتون رو نمیگیرم. اومدیم با آموزش ویپن اینسپکشن یا همون بالا آوردن گان و نایف. بریم واسه آموزش. زیاد وقتتون نمیگیرم. Let's go. شروع شما اول باید بیاین توی ستینگتون، توی بیسیک این دو تا گزینه رو، یعنی ویپن اینسپکشن که سمت راست، الان دارم آن آفش میکنم، اینو آن بکنین و بیاین پوینتر و این یکی گزینه ویپن اینسپکشن، حالا بقیه‌اش نمیتونم بخونم، اینم اگه آفه آن بکنین که بتونین توی راه رفتن و توی اسلاید جامپ زدن، حتی موومنت زدن، گانتون رو یا نایفتون رو بیارین بالا و بتونین اگه میخواین شات نمایشی بزنین این دوتا حتما آن باشه. خب من اومدم توی ترنینگ مود. پینگ رو نگاه کن 200. من توی ترنینگ مود و وقتی میبینید که این دوتا گزینه آن کردم، بالا سمت راستم یه گزینه میاد که میتونم گان نایفم رو تکون بدم و حتی موقع اسلاید جامپ زدن، مثلا یکی میخواد شات نمایشی بزنه اینو میزنه و مثلا این حرکات یهو اسکوپ میگیره میزنه یا هیپ میزنه. و این دوتا گزینه رو باید آن بکنین حتما تا بتونین موقع اسلاید زدن، راه رفتن یا پرش گان اینسپکشن رو داشته باشین و بتونین گان نایفتون رو حین حرکت بیارین بالا. آقا این بوده این آموزش. خوشحال میشم اگه میتونین، کار سختی واسهتون نیست چون رایگانه. چنل رو ساب کنین، لایک بکنین، یه کامنت انگلیسی بذارین که لایکتون نپره و اینکه خیلی عشقین. ویدیوهای بعدی منم دنبال کنین. بابای.